حکومت هرم کردستان که بدرجاهی جی خوبوی اخسیر دو پارتن دستالاتدار هر دم وی شرعیتش پارلمانی ور بگیرید و پاشان رول پارلمانی لواس کرد. جارم دای خستنا پارلمانی و جاران جی به سزادان آن اندام پارلمانا یین که دیفچونا دهات ولاتید کن و دوسین گندالی آشکرات کن. پشتی که هولا اکی از جمارک فراکسیونا بو گازیکینا سروک حکومت و جگیری وی وزیر دارایی السر لبرینا 21 سادیا موچه فرمانبران بهانه جدا جدا شکستن اینای دوباره فراکسیونا کمالا اسلامی و چند فراکسیونا کندیتر جمارای سایی پکینا او امضا 23 پارلمانتارا یادداشت پرساندن پیشکشی سروکایتی و پارلمانی کرد. چالاکوان و روزنامه‌وان دهو که جبگیرنگی بحث لبه پنگاوت کن. دیف ماده 68 و 69 پارای نوفخور پارلمان کردستانه که هر اندام پارلمانه که بشتن هر 5 اندام پارلمان توقعی کی ور بگیرن وی دمیده موافقیتن لپرسینات گل سروک وزیران بتکرن بهنده کو رونکرینه بدتن سر کارنامه حکومت و لسر کار و بریار و رفتارن گریدای بسپوریا ویوا طبعا هذا الدولات پیشکفتی و انظمات پیشکفتی تشتكي زور نورماله کو چه سروک وزیران بیتیان وزیر بن بینت برانبر پارلمانی و پارلمان اندام پارلمان لپرسینویت گل بکن قناعتم من اگه تشتل هرم کردستان جی بتکرن تشتكي گله که آنکو پنگا و گله که باش. چاودێریە حکوومەتی و پرساندنê keşkarên serekîn endam parlemanî. Eji ber ku parlamentar beramber daxwastkirina mafên hevwelatiyan berpirsiyar e. Ev heman şêwe jî berpirsê hikûmî li jêr çavdêriya parlamentarî da ye. Eşleyekê dîtir jî ve pirsandin pêgehê opozisyonê li Herêma Kurdistanê pêz texît. Orê nade çikar be destên hikûmetê yasayê bin pê bikin û berpirsiyatiyê hel negirin. او چه مؤسسه هرمية بسمعت و بقيمت و نشكاندي حتى كو برلماني نشكنت يعني حقيقت وانا اگر تو بحث ما مستایب کی سیستم پروردی کی چند بسمعت و بقيمت کریه برلمان پمان شیوه و بدهان مؤسسات دی مؤسسه لشکریه هر مؤسسه که تو ناوه بینی دی بینی که اوانا چند بقیمت و چند یا شکاندی لپرسینا سروک حکومت یانجی وزیر توی بو پرلمانی اوش ایکیش بنامه دیموکراسیته ما فیوی پرلمانتاری اوی چوه پرلمانی که اوروب مخابنی و دهان هاور و گازیت وان چند پرلمانتاره که ورن امضا کن که اول تو خلقی که توی حل بجارتی دا چافدیریه بکی 111 پرلمانتارا ازمه بید که یک پرلمانتار امضایی به تکم کردن اول راستی ایهانه که بوان دنگ دران اوی دنگ خدای ایهانه که بو پروسا دیموکراسیت شکاندنا روی دیموکراسیت شکاندنا روی راستقینه وان پارت دست حالت کبناو دیموکراسیت لسر حکمی سیستم پارلمانی و دموکراسی دا پرساندنا برپرس حکومت و کو بنمایی که حکمرانی ساخلم و دادپرورد هتج مارتن الاشلای دستالات هرم کردستان و پیلانگیری و نمایش تهتب ناف کرن. الاتنها دا پیتوی دستالات برسه و پرسیارن حوالاتیان بدد کان 400 میلیارد دینار و ارچی جوره چاکسازیش بریکا فرمانبری تهتب کرن و 21 ساده آموچه تهتب برین. آمد بریفکانی، کنال آسمانی پیام، دهوک.